امیر سر امیر خیلی به من گیر دادن. امیر تتلو، من فقط میخوام یه چیزی بگم. امیر تتلو ایرانی هست یا نه؟ تو این کشور داره زندگی میکنه یا نه؟ اولا من اوایلی که اومده بود یه خود من اذیت کردن، به ما گفتن چرا من به همه گفتم که آقایون تو رو خدا حضرت علی میگه که تا کسی رو ندیدید باید زندگی نکردید قضاوت نکنید. آقا میگیم طرف بده، آقا این اگر آدم بدی بود با این پتانسیل میرفت خارج از کشور، عاشق کشورشه، مونده تو این کشور، حالا اومده ورزش کنه. من یه کاری کردم که این آدم دیگه سیگار نمیکشه. بچه‌ها همونا هستن، هم سراغتو میگیرن. موزیکات هم که درجه یک، استعداد تو همه چی از خدا یه ذات استعدادی واسه تو واسط نهفته. فوتبال هم بازی می‌کردی یکی از بهترین فوتبالیستا میشه. امیر ایران دیگه نمیای نه؟ چرا؟ این کرونا تموم شه میخوام بیام آقا وحید. ببین از همین الان یه فوتبال درجه یک با همون اکیپ چش دوره هم باشیم و تو هم پرچمت بالا باشیم. قربونت برم، تاج سری سلطان. شب تاریکم و شم داری، گل میزنم این شمسایی. بگو مگه چند تایی، تنها میامد چند تایی، مگه چند تا ازم داری، منو درار ازم باری.